یک چیز براتون گفتنی هستم، خوب در یادتان بگیرید. هرگز دختراتون به این تربیت نکنید که بچم رفته مکتب بخون، مکتب با بهای اعلا بخون، بچم رفته در مید کالج داخل شو، بچم رفته در مید اینستیتوت داخل شو، بچم رفته در جزیره داخل شو، دانشگاه و دانشکده بخون و سواد بشه، دیپلم بگیری، اگر محتاج شوهرت نشی. هرگز همین گپا در دختراتون نگید. با همین گپ دختراتون تربیت نکنید. از همون خوردی همین گپا در گوشش نگین که او دختر از اول در مینه سر خودش همین گپا میگیره، میگه من باید بخونم، مکتب باید بخونم، رفتم انا دانشگاه و دانشکده بخونم، دیپلم بگیرم، خودم کار کنم، محتاج شوهرم نشم. از اول همین فکر در سرش دائم پرورش میتن و وقتی که شوهرش میتن و دیگه مغرور با مو دیپلم خودش و شوهر احترام نمیکنه، شوهر احترام نمیکنه و همین سبب میشود که طلاق میشود. من دیپلم دارم، من خواندگیم، من خودم زندگی خودم پیش میبرم، شوهر احترام نمیکنه، مغرور میشود، طلاق میکردی من کار میام، میبینی که طلاق میشود، میروه بعد کار میکنه با دیپلمش، با کدوم یک مرد دیگر میگیرش، زندگی نمیکنه، با طلاقش میکنه. این حالت ها رو ما زیاد دیدیم. بگذار خواهرای ما درس بخونن، با سواد باشن، لیکن هرگز به این نیت دختراتون داخل نکنید. متاسفانه امروز یکی از مصیبت هایی که در جامعه ما همیه، دختر اول میبره مکتب میمونه، دانشکده و دانشگاه میمونه، فقط میگه بچم بخون که یکی اگر شوهر طلاق کنه خودت زندگی تا پیش برده بتونی، بخون که محتاج شوهر نشوی. این بسیار خطرناک است. پدر نمیفهمه، غیر مستقیم خودش همون دخترش ویران میکنه. باید دختر دیگه مینوزه با دیپلمش، افتخار میکنه با دیپلمش، دیگه شوهر احترام نمیکنه. پس این حرفا رو برای دخترها گفتن در کار نیست. این مصیبت است، این زهر است، زهری که در عقل همون دختر جاش میکنی. این زهر، این بیماری روز به روز کلانتر میشود و سبب میشود که زندگیش خراب میکنه.